ماسک فتی میکنیم. بعد ماسک چیز میکنیم، ابالش خربزه وای میکنیم، فتی را ریزه میکنیم، طبق قیچوی بکشیده میخوریم. فتی را با روغن میشورن، آب و نمکتی. بعد که شوروندن و یا دخوفکه و دیدون میپزن. بعد که گرفتن و با مایده کرم و کافگیر کتی میکنم، ماسکه میندازم با. بعد خربزه مایده میکنم با، این خیلی کلون کلون نه. من دختر با کافگیر کتی یک جای کده میخورن ماسکه بلوش ریخته. با اینم یک طعمی با مزگی دارد. اون به فتی را میکنیم، شکروی وای میکنیم به روغنی. بعد چکه میندازیم، میجیغ میکنیم فتی را، کافگیر کتی. گاشنیچ ریزه میکنیم، پیاز ریزه میکنیم، کافگیر کتی او میندازیم، او فقط او و نمک. انا روغن پویغن کتی نی چکه میندازیم، با یک شکروی با مزه میشه. قطی میکنه، قروتو کتی میکنه. خیلی خربزه نمیکنه. چا و قروتو میکنه، یا خیلی چکه نداشتن قروتو میشکن. در طبق چوبی میشکن و بعد روغن اصلا به چیز میکنه، پیاز ریزه میکنه، روی وای با پیاز با بعد جارونده روغن صغیر باشد به مزه میندازه. آیا اور آدمی کایوانو چلو چند تا وای میبرد. گاو کایوانو با کایوانو نباشد هیچ چی کاره نمیتونه. من شلی به روغن، شلی به روغن دار میکنم از تو و ملایمک میکنن، من نسک میندازن، آش اوگرو، توپا، همه چی همین ویش کتی. با این تا الهیده پم میبرنده و تا بریده میندازن، میکشن لالیای کلان در بالاش در فرش ماندگی. گوشت بیرون هم هست، اونجا در بالاش در مینداز داشتگی. بعد پیاز و گشنیج میکنن، چکه میندازن بالاش در وای خوردنش با یک الهیده خیلی طعمای بزرگ است. من همه خوشتامنم کایوانو بودن، نانوی چپاتی میپختن. و چه میگفت که تو یا وای شهور کرسادی که خوشتامنت. من میگفتم خوشتامنم و غم نخور. من همه چی. با میپختیم نان چپاتی میکردن، هر یاتا فطیر خمیرای میکردن. خیاط گفتیم همه هنره. حول پز من همه تویا با میرفتن حول پز. من یا خیلی جایی من ایتا با میرم اتل پز. همه چی هنر، همه چی هنر یاد گرفتم. دخترتون هم دخترش هم دخترم کسب خودم یاد گرفتم. پیاز گشنیج میکنی، به پیاز گشنیج آفات نمیخوردی. حاضرها همه روغن کتی، شکر هم روغن وای کتی هم، توپای هم روغنی. ما هم فقط بیرونی نمیکنیم، من چیزی میکنیم. من چی نداشتیم آلوچه میکنیم، هوای با تاجیکی کوهی. من همین مادرم هم خیلی نوع ما هم به یاد دادگی که هم خیلی کنیتون آی سیوقه میکنیم دادونش آلوچه و یا تتوم میندازیم. من بادام شورو میکریم، انا شرکدو کنی حاضر نمیکنن همین شرکدوهای ویا آلوچه تر کرده میمونه، میجیغ میکنیم آی سیوق با هم نقطه میخوریم، من قطیق دانش جدا میکنن میگیرن و بعد چیز میکنیم. بعد روی توپه میکشیم، روی توپه با ریخته میخوریم. زمستون با بانک‌ها با گفته میمونیم، زمستون با میخوریم. ترکره میکنن. خالت آده میگیرن. حاضر من جگری خالت ده گفته قاق کرد انداخت ماندگی. سنجید کسلی قنده و جوشانده یا ترکره آبش میخورن. آبخوش کم میشد. دلونه هم خیلی. حاضر ما یا درخت داریم همین ریخته خورفته. من میچینم میجوشونم، میجیغ میکنم، مربا میکنم. همه قشوره وای میشه. خلاص همه گیاهای روی زمین میروید، همش داروباری. گلی قاقفه میچینید و میندازه در بنکه شروع کرده میمونه در جای تاریکی. یک دو ماه که ایستاد همون سیاه میشد آوش. وقتی که کسلی که گریپ میشد و در بدن میشکد، خواهی که پگست دو درست میخیزید. من همه خیلی گیاهای باید خواه آلوچه، خواه دلانه، خواه سنجید، جگده، پودینه، ریحان، اینای هم شلخه هم قاق کرده گرفتن در کار. در زمستان رنگا گریپا بسیار میشد. وقتی که وای شد همینه که استعمال کردید شفایابین بهتر است. دکتر رفته دارو نمیخرید و همه استعمال میکنید. زردالی قاق کرده ماندن در کار. آب زردالی هم دلکسل در دارو.
خلاص اگر آدم حرکت کند و همه میوه و گیاهای قاق را گیرد در زمستان استعمال کند از همه بهتر است. نمک انداختن اکو آبش میندازن. من با روغن میندازن، کمتر که شوریدن با روغن میندازن. فطیر کتی بسیار چیزا خمیر کتی. چیزی که دلتون میکشد کردن میگیرید میکنید، پرشکی میکنید، از این خمیر کتی توپا میکنید، انا سامبوسا میکنید. من شوردن که بعدی که تخت و کلوک کتی با تنوگ میکنن، قلم میکنن، امین چیز کتی، امین همین حاضر شورنده همینو کتی. هنرمندا همه کارا میکنن، این از کردن میشد. وقتی که گویی که تو نمیتونی آوزش نمیبروی نمیکند. من این فطیر نامپر میکنیم، برده در دیدون میچسبونیم تندور با. برید. علوی تیز خونپز میشد. روغنش بسیار باشد میغلطد. روغنش به طوری میور باشد. همین 10 منوبه میپزد، 12 میپزد، علاوهش بلند باشد. حاضر به فطیر یادم استاد با او ریش میزنیم با یال تروستی میشه.
فتره آوردیم گرم و گرم اکو مسکه میجیغ میکنیم. پتیل به درجهش آمده است. حاضر گرم است. من مایده کردیم پتیره با حاضر مسکه لغت کنیم. مسکه میندازیم. من مسکش میندازیم گرم و گرمکک کوفتن گیرید. خربوزه هم با چیز میکنیم که نازکک باریککی گلنی شکست نگیرد، ملایمک شود همش. خربوزه مایده کره. خربوزه از قدیم و ایام خربوزه میکردن که چیزی قندین دارد، در ترکیبش قند دارد، برای همین هم خربوزه میندازن، باز شیرین تر میشد. فتیل مسکه تیار شد، خربوزه ریزه کرده انداختیم، مسکه انداختیم، با رویش به وقت. اینا گرم و گرم خوردن در کار، خنک شود خوردن نمیشه.